قصه جوانی که همیشه با دختران می‌نگریست. جوان به نزد عالم اسلام آمد و از او چنین سوال کرد: من پسر جوان هستم ولی رغبت و خواهشاتم خیلی زیاد است و نمیتوانم خواهشات نفسانیم را از نگاه نمودن به سوی دختران من نمایم هنگامی که در بازار و جایهای عمومی قرار میگیرم. چی کار کنم تا از این حالت نجات یابم؟ گفت. عالم گفت: من به سوال تو عملی پاسخ میگویم تا به آن پاسخ من خودت قناعت بخش گردی. عالم یک استگانی جامی را لبریز از شیر نموده به دست آن جوان داد. با او چنین گفت: این جامی پر از شیر را به دستت میگیری و آغاز بازار تا جای معین میروی و کاری میکنی که از این جام یک قطره شیر به زمین نمیریزد. این چنین آن عالم یکی از شاگردانش را با آن جوان همراه با او فرستاد و مواظب باشند که یک قطره شیر از این جام نریزد. اگر هنگام راه رفتنش ریزد در نزد همگان او را با چوب بزند. جوان جامی پر از شیر را به دست گرفت و خیلی ماهرانه با آن جامی پر از شیر از اولی بازار تا جای معین نموده آن عالم به خوبی رسید و قطره شیر از آن جام به زمین ریخت. هنگامی که به نزد آن عالم رسیدند و از او عالم پرسید: چند تا دختری را در این مسیر راه دیدی هنگام راه رفتن؟ گفت جوان: عالم گرامی، من در اثنای راه رفتنم دختر آن طرف ایستاد چیزی را در اطرافم مشاهده ننمودم. همیشه در ترس و بیم آن بودم که اگر قطره شیر از این جام ریزد در نزد مردمی در اطرافم بوده شرمنده میشوم. از آن چوب مراقبی من با او میزند. عالم گفت: بله، اکنون فهمیدی چنین است حال شخص مومن در این دنیا. شخص مومن و مسلمان همیشه میترسد از خداوند و خوری روز قیامت هنگامی که ارتکاب گناه میگردد در دنیا. پس بدان و آگاه باش پسرم همیشه که این مؤمنان حقیقی حمایه مینمایند نفسهای سرکشی خود را از ارتکاب گناهان، زیرا همیشه روز قیامت و حساب و کتاب آن را پیش نظر میگذارانند قبل از دست زدن به گناه و یا نگریستن به دختر نامحرمی بیگانه.